آهای، شمایی که تو تاریکی هستین، میدونم اونجایین، با همتونم. چرا اومدین اینجا؟ ما گرسنه‌ایم. شرمنده که اینو میشنوم، ولی اینجا غذایی برای شما نیست. ما یه گوسفند میخوایم. همه گوسفندای اون پایین متعلق به ارباب منن، که یعنی من ازشون محافظت میکنم. تعداد ما خیلی زیاده، ولی تو تنهایی. چند تویین؟ 15 تا. کمترین؟ 10 تا. شاید. به اندازه کافی هستیم. میتونیم بکشیمت. آره میتونید، ولی براتون هزینه داره. حداقل یکیتون. اینو بهتون قول میدم. حاضرین یکی از خودتون رو فدا کنین تا شکمتون پر بشه؟ اگه اینطوره بهتره همین الان اون یکی رو انتخاب کنین و بخورینش. ما از تو سریع‌تریم. ممکنه همینطور باشه. اگه جدا بشیم نمیتونی گله رو از دو حمله همزمان محافظت کنی. شاید الان از من سریع‌تر باشین، اما نه وقتی لاشه یه گوسفند میکشید. قبل اینکه گیر من بیفتید نمیتونید به جنگل برسید. من با سر صدا میجنگم. اربابم بیدار میشه و با اسلحه به ملحق میشه. هیچ کدومتون از اسلحه اون سریع‌تر نیستید. ما گرسنه‌ایم. گفتم که شرمنده، ولی اینجا غذایی واسه‌تون نیست. حالا من آمادم ضیافت رو شروع کنیم. پس یا برید یا شروع کنید.